الحمد لله وحده و صلات و سلام من لا نبی بعده. اما بعد، امروز خواستم در اطراف 3 نصیحت محمد عمر سربازی رحمت الله علیه به شاگرد خود میکند و شما بیان کنم. اصلا طالب علمی که نظر به کتاب میکند، نظر به زندگانی یک عالم میکند، وقتی کتابای این شخصیت ابوالقدرت اسلام که محمد عمر سربازی رحمت الله علیه است مطالعه میکنی، در ذکاوت و در محنتی که در روش اسلام کرده است، خدمتی که در دین کرده است، انسان با مجرد خواندن و فهمیدن غیبت علم این شخص می شود. چی مرد ابوالقدرتی است که الله مهربان یک علم خوب، یک عالمی برجسته ایش کرده است که در عالم اسلام خدمت کردگی است. همین مرد بزرگ به شاگرد خود 3 نصیحت میکند از نعمتهای دنیا. انسان این 3 نصیحت وقتی که بر یک فهم خوب همچون یک پدروار قبول میکند در زندگی خود، او انسان بسیار شخصی بزرگ میشود. و شاگرد خود میگوید: ای شاگرد عزیز، یکم نصیحتت میکنم که در نعمتهای دنیا از همه نعمت بزرگ این وقت است. کوشش کن که وقتی را که الله برا داده است او را بیهوده صرف نکن. عزیزان دل، این وقت یک نعمت بزرگی هست که انسان اگر مال را از دست داد، دوباره میتوند که محنت کند، کار کند، همون مال را به دست بیارد. یا یک چیزی از دنیا را از دست داد، دوباره میتوند که محنت کند، کار کند، همون را به دست بیارد. لیکن وقتی را که انسان بیهوده صرف میکند، او را دوباره به دست آوردن نمیتوند. به همین خاطر یکم نصیحت میکند به شاگرد خود، میگوید که وقت خودت را چکو قیمت بدان. به همین خاطر که حدیث هم داریم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که میگوید روز قیامت از قبر انسان ها را الله وقتی که میخیزاند به میدان محشر نرفته، یکم سوالی که الله متعال از اونها میکند این است که ای بنده، عمری را که من دادم او را در گیجا صرف کرده. یعنی از وقت پرسیده می شود انسان. به همین خاطر یکم نصیحت محمد عمر سربازی رحمت الله علیه به شاگردش این است که وقت خودت رو بیهوده صرف نکن. وقت به حد نعمت بزرگ است. و هر شخصی را که اون شخص چی خدمت‌های در دین کردگی، در دنیا کردگی، یا یگان متخصص خوبه یا یگان پروفسور خوبه، در کتاب‌ها میخونیم، از صحبت مردم میشنویم، او انسان حتما وقت خودش را قیمت دانسته است، وقت خودش را بیهوده صرف نکرده است. بعد انسان وقتی بزرگ میشود، وقتی انسانی میشود که در دنیا و در قیامت نزد الله اون انسان قدر قیمت پیدا میکند، وقتی خودش را بیهوده صرف نمیکند. به همین خاطر یکم نصیحت این است که وقتی خود را باید چکار کنیم؟ غنیمت بدونیم، بیهوده صرف نکنیم. و دوم نصیحتی که به فرزندش میکند این است که میگوید که نعمتی را که الله به تو داده است، یعنی پدر و مادر، این نعمت بزرگ بدون. دوم نصیحتی که به تو میکنم، قدر پدر و مادر وقتی که در حیات هستند اون را بسیار نعمت بزرگ بدون. لیکن اگر کمی بسیم تفکر کنیم در این نصیحت های این شخص، انسان از زمین تا آسمان باید فرقیت کنند. پدر و مادر در حیات بدن این نعمت بزرگ است برای جوان، برای جوان پسر، برای جوان دختری که قدر قیمت این پدر و مادر را بدوند. امروز ملعصف من و شما، اکثریت مسلمان های امروزه من و شما، چی به زبان، چی به رفتار، چی به کردار پدر و مادر را داریم چکو میکنیم، اذیت آزار میکنیم. لیکن این شیخ بزرگوار به شاگرد خود دوم نصیحتی که از نعمتهای دنیا که او را قدرش بدانی، قیمتش بدانی، این نعمت پدر و مادر است. پدر و مادر دری از درهای جنت هستند برای فرزند. خوش به حال فرزندی که امروز
قدر پدر و مادر خود را میداند، دعای نیک اونها را میگیرد و خدمت پدر و مادر همیشه قائم است. و سیوم نصیحتی که به شاگردش کرد گفت این است که اون استادی که اون عالمی که غمخواری تو هستی، تو را نصیحت میکنه، تو را تعلیم میده، تو را راهنمایی میکنه، قدر او را بدون، قیمت او را بدون. مالاسف عالمی که امروز برای توحید شاگرد خود راهنمایی میکند، شاگرد خود را میفهماند، مالاسف امروز هم کم است. لیکن اون شاگرد زیرک دانایی که به اخلاص است، اون هم کم است امروز در جامعه که قدر قیمت استاد خود را بداند. به همین خاطر عزیزان دل، وقتی این سه نصیحتی را که محمد عمر سربازی رحمت الله علیه به شاگرد خود میکند، یک گپی را در آخر عجیب به شاگرد خود میگوید که این سه نعمتی است که انسان وقتی این سه نعمت از دست داد، دیگر تا آخر عمر افسوس میخورد، اینها بر نمیگردند. یکی عمر بیهوده صرف کردن، دیگر قدر پدر و مادر را ندانستن، و سومش مشفق نبودن نسبت استادی که برای تو غمخوار است، برای تو راهنما است، تو را نصیحت میکنه. الله متعال همه من و شما را به این سه نعمت شیخ بزرگوار عمل کننده نصیب و روزی بگرداند. آمین.